سلام، اینجا ردروم و منم لوکی. امروز اومدم بهتون فیفا آموزش بدم. حالا آموزش که ترس کنیم، اگر بلد نیستید بهتون آموزش بدم. بریم بیایم ویدیو رو بذارم. برای اینکه کاشته رو بزنید، تنظیم زاویه کاشته با آنالوگ سمت چپتونه، یعنی با همونی که بازیکن رو تغییر میدید. و اینکه کجا بازیکن به توپ ضربه بزنه با آنالوگ سمت راست، مثلا گوشه توپ، روی توپ، پایین توپ با آنالوگ سمت راست. حالا زمانی که خواستید پنالتی بزنید توجه کنید که اون نقطه سبز باشه، یعنی قرمز نباشه شما بزنید، بعد تا ته هم نباید پر کنید. برای اینکه گلر اون طرفی که شما میخواید بپره رو باید با آنالوگ چپ بپرید، نه آنالوگ راست. اکثرا اشتباه کسایی رو میکنن که تازه از PS اومدن سمت فیفا و فکر میکنن که باید با آنالوگ چپ بپری، ولی در اصل باید با آنالوگ سمت راست بپری و توپو بگیری. موفق باشید.